با قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی به تیمور رحیموف پهلوان شناخته و عضو یکچین دسته منتخب جمهوری تاجیکستان دستپرور مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گوشتین برای گرفتن جای یکم و به دست آوردن مدال طلا در مسابقه توسکولای بزرگ بکو 2022 خانه دوجرگی در پایتخت با تمام شرایط روزگار و به مولدا رجب خلیفه دستپرور مکتب مخصوص ورزشی ذخیره های المپی رقم 6 اوید به نمودهای گوشتین شهر دوشنبه برای سزاوار گردیدن به جای دوم و گرفتن مدال نقره امین مسابقه 100,000 سومونی تقدیم کرده شد. در این باره روز 7 نوامبر سال 2022 خدمات مطبوعات شهرداری دوشنبه با نشر یک اطلاعیه ویژه خبر داد. رستم امامعلی از این قبل در اول ماه سپتامبر سال 2022 به پهلوان جوان تاجیک نورعلی امامعلی نیز برای پیروزیش در چمپیونات جهان اوید به گشتین جودو در بین جوانان در دوشنبه یک خانه نو دوجرگی با تمام شرایط روزگار تحفه کرده بود. از 4 تا 6 نوامبر سال 2022 در شهر بکو پایتخت آذربایجان مسابقات توسکولای بزرگ بکو 2022 اوید به گشتین جودو برگزار گردید که در آن ورزشگران زیاده از 60 دولت جهان اشتراک نمودند. در این مسابقه با نفوذ تاجیکستان 12 ورزشگر نمایندگی کردند، ولی از این شمار تنها 2 نفر صاحب مدال شدند. تیمور رحیموف در این مسابقه در وزن بیش از 100 کیلو صاحب مدال طلا شد و مولدا رجب خلیفه روز 4 نوامبر در وزن تا 66 کیلوگرم به گرفتن مدال نقره مشرف گردید.